فکر کنید در ارتفاع نزدیک به 600 متری بالای یک برج فلزی عظیم در وسط بیابان گیر افتاده اید. تلفن همراهتان آنتن نمیدهد. هیچ کس از موقعیت شما خبر ندارد و تنها راه برگشتن یک نردبان قدیمی هست. اما ناگهان همان نردبان هم از جای خود جدا می شود و به پایین سقوط می کند. حالا شما مانده اید و یک برج باریک در دل بیابان، بدون راه فرار، بدون آب کافی و تقریبا بدون هیچ امیدی برای نجات. این دقیقاً همان کابوسی هست که برای بکی و آنتر اتفاق افتاد. اما برای اینکه بفهمیم این دو دختر چطور به چنین موقعیتی میرسند، باید کمی به گذشته برگردیم. تقریبا 1 سال قبل بکی همراه همسرش دن و دوست صمیمیش هانتر برای صخره نوردی به یک منطقه کوهستانی رفتند. همه چیز خوب پیش میرفت و آنها با استفاده از تجهیزات ایمنی آرام آرام از صخره بالا میروند. اما ناگهان اتفاق وحشتناک رخ میدهد. دن هنگام نصب یکی از تجهیزات ایمنی به سوراخ درون صخره نزدیک می شود. ناگهان پرنده از داخل آن بیرون می پرد و دن تعادلش را از دست می دهد. او از صخره جدا می شود و تنها تناب ایمنی مانع سقوطش می شود. دن تلاش می کند خودش را دوباره به صخره برساند، اما موفق نمی شود. چند لحظه بعد تناب هم از جای خود جدا می شود و دن از ارتفاع زیاد سقوط می کند و جانش را از دست می دهد. از آن حادثه نزدیک به 1 سال گذشته است، اما بکی هنوز نتوانسته با مرگ همسرش کنار بیاید. او حتی گاهی با تلفن دن تماس می گیرد، فقط برای اینکه صدای ضبط شده او را بشنود و با او حرف بزند. پدر بکی جیمز نگران دخترش است و از او می‌خواهد گذشته را رها کند و به زندگی عادی برگردد. اما بکی هنوز هم نمی‌تواند دن را فراموش کند. یک شب که بکی به شدت ناامید شده و قصد دارد به زندگی خودش پایان دهد، بعد از مدت‌ها آنتر با او تماس می‌گیرد. روزی بعد آنتر به دیدن بکی می‌رود. برخلاف بکی، آنتر ظاهراً اتفاق گذشته را پشت سر گذاشته و دوباره به زندگی هیجان انگیزش برگشته است. او به بکی درباره یک پروژه خطرناک میگوید. بالا رفتن از یک برج تلویزیونی متروکه که نزدیک به 600 متر ارتفاع دارد. آنتر از بکی میخواهد همراهش شود، اما یک دلیل دیگر هم وجود دارد. بکی میتواند خاکستر دن را با خودش به بالای برج ببرد و آنجا برای آخرین بار با همسرش خداحافظی کند. بکی در نهایت تصمیم میگیرد قبول کند. آن دو راهی یک سفر طولانی به سمت برج می شوند. در مسیر بکی متوجه چند عکس قدیمی در تلفن هانتر می شود. در یکی از عکس‌ها آنتر در کنار مردی دیده می شود. بکی درباره او سوال می کند، اما آنتر خیلی سریع موضوع را عوض می کند. آن شب در یک مسافرخانه کوچک می مانند و بکی متوجه می شود آنتر یک ولاگر هست و برای تولید محتوای هیجان انگیز کارهای بسیار خطرناک انجام می دهد. صبح روزی بعد آنها به برج می رسند. برج فوق العاده قدیمی و فرسوده است. پیچ‌های زیاد شل شده اند. بخش‌های از سازه زنگ زده و حتی گفته شده که قرار هست این برج تا 1 سال دیگر کاملا تخریب شود. بکی با دیدن برج دوباره خاطرات مرگ دن را به یاد می آورد و از بالا رفتن می ترسد. او حتی می خواهد برگردد، اما آنتر او را تشویق می کند و با ترسش روبرو می شود. در نهایت هر دو وارد برج می شوند و شروع به بالا رفتن می کنند. هرچی بالا می روند نردبان بیشتر تکان می خورد. در یکی از قسمت‌ها بکی پایش را روی یک پله فرسوده می گذارد و پله از جای خود جدا می شود. او تقریبا سقوط می کند، اما خودش را کنترل می کند و به بالا رفتن ادامه می دهد. بعد از مدتی به نقطه‌ای میرسند که تقریبا نیمی از مسیر را طی کرده. از آن بالا شهر کوچک پایین برج مثل یک نقطه به نظر میرسد، اما هنوز حدود 200 متر تا قله باقی مانده است. باد شدیدتر شده و سازه برج در این ارتفاع حتی خطرناکتر به نظر میرسد. بکی از آنتر میخواهد برگردد، اما آنتر قبول نمی. درست قبل از رسیدن به قله تنها یک بخش دشوار باقی میماند. آنتر برای شوخی نردبان را تکان میدهد، اما این شوخی باعث میشود چند پیچ شل از جای خود خارج شوند. با این حال آنها بالاخره به قله میرسند. بکی در آنجا یک لحظه احساسی را تجربه میکند و خاکستر دن را در باد رها میکند. او بالاخره با همسرش خداحافظی میکند، اما این تازه شروعی کابوسی واقعی است. آن دو برای ولاگ خود چند تصویر خطرناک از بالای برج ضبط میکنند و سپس تصمیم میگیرند پایین برگردند. بکی اول وارد نردبان میشود، اما درست وقتی پایش را روی آن میگذارد نردبان از جای خود جدا میشود. بکی به سمت پایین سقوط میکند. خوشبختانه تنابی که دور کمرش بسته شده هنوز به هانتر وصل هست. هانتر در آخرین لحظه تناب را میگیرد و با تمام قدرت مانع سقوطی بکی میشود. بعد از چند لحظه وحشتناک هانتر موفق میشود او را دوباره بالا بکشد. هر دو از شدت شوک شروع به خندیدن میکنند، اما خیلی زود متوجه حقیقت وحشتناک میشوند. نردبانی که قرار بود از آن پایین بیاید دیگر وجود ندارد. آنها در ارتفاع نزدیک به 600 متر گیر افتاده‌اند. هیچ راهی برای پایین آمدن ندارند.
تلفن‌هایشان هم به دلیل ارتفاع زیاد آنتن نمی‌دهد. از طرف دیگر کیف حاوی آب و تجهیزاتشان هنگام سقوط در یکی از بخش‌های پایین‌تر برج گیر کرده است. در بالای برج فقط یک دوربین دوچشمی و چند منور پیدا می‌کنند، اما در وسط یک بیابان این تجهیزات چندان کمکی به نظر نمی‌رسد. آنتر سعی می‌کند بکی را آرام کند. او می‌گوید صدای سقوط نردبان احتمالاً توسط کسی شنیده شده و شاید به زودی کسی برای نجاتشان بیاید. آنها منتظر می‌مانند اما خبری نمی‌شود. بکی هنگام سقوط زخمی شده و پایش آسیب دیده است. آنتر زخم او را با لباسش می‌بندد. بعد ناگهان یک ایده به ذهنشان می‌رسد. اگر تلفن را به اندازه کافی پایین بفرستند شاید دوباره آنتن بگیرد. آنتر تلفن را به یک طناب وصل می‌کند و آن را تا جایی که می‌تواند پایین می‌فرستد. اما هنوز سیگنالی وجود ندارد. آنها تصمیم می‌گیرند تلفن را مستقیما به پایین پرتاب کنند. اگر تلفن سالم به زمین برسد شاید دوباره آنتن پیدا کند و بتوانند درخواست کمک کنند. برای محافظت از تلفن آن را داخل کفش آنتر می‌گذارند و با لباس و جراب از آن محافظت می‌کنند. سپس کفش را به پایین پرتاب می‌کنند. حالا تنها کاری که می‌توانند انجام دهند انتظار کشیدن هست. در همین لحظه بکی متوجه عدد روی پای آنتر می‌شود. 143. این عدد برای بکی عجیب هست چون دن هم از این عدد به عنوان یک کد عاشقانه استفاده می‌کرد. بکی تصور می‌کند شاید این فقط یک اتفاق باشد، اما کمی بعد چیزی در پایین برج دیده می‌شود. یک مرد همراه با سگش در حال عبور هست. بکی و آنتر با تمام قدرت فریاد می‌زنند، اما مرد صدای آنها را نمی‌شنود. آنتر تلفنش را امتحان می‌کند، اما تلفن در اثر سقوط آسیب دیده است. بکی برای جلب توجه مرد حتی کفش‌های خودش را به سمت پایین پرتاب می‌کند، اما باز هم کسی متوجه آنها نمی‌شود. بکی می‌خواهد یکی از منورها را روشن کند، اما آنتر مانعش می‌شود. او می‌گوید بهتر از شب صبر کنند چون نور منور در تاریکی بیشتر دیده خواهد شد. کمی بعد آنها یک کاروان و یک خودروی دیگر را در دوردست می‌بینند. حالا امید تازه‌ای پیدا کرده‌اند. شب که می‌شود منور را روشن می‌کنند. دو مرد پایین برج متوجه نور می‌شوند و بالا را نگاه می‌کنند. آنها می‌فهمند که دو نفر روی برج گیر افتاده‌اند، اما برخلاف انتظار بکی و هانتر برای نجاتشان کاری نمی‌کنند. آنها سوار ماشین می‌شوند و محل را ترک می‌کنند. حالا این امید نجات هم از بین رفته است. روز بعد تشنگی شدیدتر شده است. آب کافی ندارند و کیفشان هنوز در پایین برج گیر کرده است. هانتر تصمیم می‌گیرد خودش را به کیف برساند. او یک طناب را به برج می‌بندد و از آن پایین می‌رود. اما وقتی به انتهای طناب می‌رسد متوجه می‌شود طول آن کافی نیست. در نتیجه طناب را باز می‌کند و مجبور می‌شود یک پرش خطرناک انجام دهد تا خودش را به کیف برساند. او موفق می‌شود. کمی آب می نوشد و دوباره به سمت بالا می پرد. حالا بکی باید او را بالا بکشد. هانتر تقریبا بالای برج رسیده و ناگهان دستهایش سر می خورد و سقوط می کند. بکی با دیدن این صحنه وحشت می کند. دیدن این صحنه او را به یاد مرگ دن می اندازد. اما وقتی پایین را نگاه می کند می بیند هانتر هنوز به کیف چنگ زده است. بکی نفس راحتی می کشد و او را دوباره بالا می کشد. آنها یک پیام درخواست کمک روی کاغذ می نویسد و تصمیم می گیرد آن را با پهباد به همان مسافرخانه بفرستند که شب قبل در آن اقامت داشتند. اما باتری پهباد کافی نیست. پهباد در میانه راه برمیگردد. بکی برای شارژ کردن آن دوباره به سمت چراغ بالای برج می رود. شارژ را وصل می کند و منتظر می ماند. بعد از مدت پهباد کاملا شارژ شده است. آنها دوباره آن را به سمت مسافرخانه می فرستند. این بار پهباد تقریبا به مقصد رسیده است، اما ناگهان یک کامیون با آن برخورد می کند. پهباد سقوط می کند و از بین می رود. همه چیز دوباره خراب شده است. بکی کاملا ناامید شده است. دیگر هیچ راهی برای درخواست کمک به نظر نمی رسد. او پیشنهاد می کند یک بار دیگر تلفن را به پایین پرتاب کنند، اما این بار هانتر واکنش عجیبی نشان می دهد. او می گوید نمی تواند این کار را انجام دهد چون حقیقت این است که هانتر از همان ابتدا مرده بوده است. بکی در طول این مدت به دلیل تنهایی، گرسنگی و فشار شدید روانی هانتر را در ذهن خودش می دیده است. آن لحظه ای که هانتر هنگام پایین رفتن از برج سقوط کرده بود دیگر هرگز زنده برنگشته بود. از آن لحظه بکی کاملا تنها بوده است. در پایین برج پدرش جیمز همچنان نگران اوست و تلاش می‌کند بفهمد دخترش کجاست. روزی بعد اتفاق عجیبی رخ می‌دهد. یک کرکس به پای بکی نزدیک می‌شود و او را گاز می‌گیرد. درد شدید باعث می‌شود بکی ناگهان از آلت تهم خارج شود. او کرکس را می‌کشد و به سمت جسد هانتر می‌رود. حالا یک نقشه به ذهنش می‌رسد. بکی با تلفن هانتر برای پدرش پیام می‌فرستد، اما هنوز یک مشکل وجود دارد. تلفن باید به جای برسد که آنتن داشته باشد. بنابراین تلفن را دوباره داخل کفش هانتر می‌گذارد و کفش را داخل بدن او قرار می‌دهد. سپس جسد هانتر را
از برج پایین می اندازد. بکی امیدوار هست جسد آنتر از تلفن محافظت کند و تلفن انگام برخورد با زمین سالم بمانند. ساعتها بعد جیمز بالاخره پیام دخترش را دریافت می کند. او بلافاصله با پلیس تماس می گیرد. نیروهای امدادی به محل می روند و بکی را پیدا می کنند. سرانجام بعد از تمام آن کابوس بکی نجات پیدا می کند. او وقتی پدرش را می بیند با تمام وجود به سمت او می دود و او را در آغوش می گیرد و به این ترتیب یکی از نفسگیرترین ماجرای بقا به پایان می رسد. اما شاید ترسناکترین بخش داستان این باشد که گاهی بزرگترین دشمن انسان فقط ارتفاع یا طبیعت نیست، بلکه ذهن خودش هست. اگر از این نوع داستان‌های سینمایی و ماجراجویی بقا خوشتان می آید، حتما کانال را دنبال کنید و اگر از این ویدیو لذت برده اید با یک لایک از ما حمایت کنید. نظر شما درباره این فیلم چیست؟ آیا این فیلم را قبلا دیده اید؟ آیا اگر جایی بکی بودید می توانستید چنین شرایطی را تحمل کنید؟ نظرتان را در بخش کامنت ها بنویسید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.